فروند دوم که اونجا اوربیت کرده بود تو جزیره فارسی که احتمالاً اینا موقع برگردوندن مجددا سوخت بهش بده، بلافاصله اقدام به فرار کرد. ماموریت الحمدلله به طور کامل لغو شد، ماموریتشون به هدفشون نرسیدن. مضافاً اینکه این باعث تضعیف روحیه میشد تو گردانای اقدام کننده، تو گردانای پروازی. وقتی یکیشون میخوردن معمولاً یه واخوردگی توشون ایجاد میشد و تا چند روز اونجا دیگه پیداشون نمیشد. بعد از اینکه هواپیما رو مورد هدف قرار دادیم داشتیم برمیگشتیم، اونجا به جناب نظام‌آبادی گفتم جناب نظام‌آبادی شاید باور نکنید من یه حدود یک هفته پیش تو عراق با یه بچه شهید برخورد کردم که به خاطر شیر خشک واقعا به حالت ناتوانی افتاده. الهی شد که تونستیم این کاروان تجاری شیر خشک هم جزشون بود نجات بدیم و این باعث سربلندی مملکت بشه. و این یه سند افتخار بود برای من به عنوان کوچکترین سرباز گردان‌های F-14. و از اینکه پیاده شدیم از هواپیما یه لحظه معمولا روال اینه که به هواپیما رو پست فلایت کنیم. من جای خالی موشک‌ها را اول نگاه کردم و بعد به خودم نادیدم که الهی شکر تونستیم باعث سربلندی مملکت و نیروی هوایی بشیم.